سلام به دوستان فیلم و سریال، خوش اومدیم به این ویدیوی جدید بعد چند وقت. یعنی یک سری ویدیو ما نزدیک 3 ماه نذاشتیم. توی این ویدیوی جدید قراره فیلم ممنوع افتادن رو براتون خلاصه کنم و تعریفش کنم و ببینید داستانش چیه. و توجه داشته باشید که این ویدیو تمام داستان فیلم رو لو میده. خب بریم سراغ فیلم. این فیلم در مورد دختری به اسم آنابل که به عنوان مدل تبلیغاتی کار میکنه و خانواده‌اش رو توی یه تصادف از دست داده. یه روز صبح که در حال رفتن به محل کارشه، حواسش پرت میشه و یهو وسط خیابون خشکش میزنه و تا مرز تصادف با یه پورشه میره. ببین یارو چقدر خوش شانسه که داشته با پورشه تصادف میکرده. چند دقیقه بعد صاحب پورشه که مردی جوون و پول داره به محل کار آنابل میره و یه کمی باهاش لاس میزنه و اونو برای شام دعوت میکنه. آنابل برای شام به خونه اسکار میره و اونم براش آشپزی میکنه. اون شب فقط یه کمی چیز و شعر میگن و تمام. یعنی همینه داستان. اتفاق خاصی نمیافته. روز بعدش اسکار آنابلو میبره خرید و کلی وسیله براش میخره. اسکار کلا انگار یه مشکل داره چون فقط تو کف پاهای آنابله. فیتیش داره گویا. یه روز که آنا سر کاره، اسکار میره دنبالش و یکم هم با کلودیا دوست و همکار آنا صحبت میکنه. آنا با اسکار میره خونهشون و بعد یکم صحبت چند تا پوزیشن میزنن و آردی. توی ادامه فیلم بچگیای اسکار رو نشون میده که داره 2 نفر رو در حال دکتر بازی دید میزنه و مشخص میشه که این فیتیش یه مشکل از بچگیاشه. مثل همه مشکلایی که بالاخره از بچگی پیش میاد دیگه. آنابل و اسکار دوتایی با هم یه سفر میرن و یه تایمی و با همن و اسکار به آنا میگه که فانتزیاش تو رابطه اینه که آنا رو در حال دکتر بازی با یکی دیگه نگاه کنه. داش اوناست که فیلمای بی غیرتی دانلود میکرده. آنابل از این قضیه خوشش نمیاد و میگذره و بعدش آنا برمیگرده سر کارش و در مورد اسکار و سبک زندگیش با کلودیا صحبت میکنه. اسکار هم کم کم شروع میکنه به پول خرج کردن برای آنابل. براش ماشین میخره، اونو میبره تا پیش خودش زندگی کنه و کلاً زندگی آنابل رو تغییر میده. این روال ادامه داره و هر روز برای دختر بیشتر پول خرج میکنه. بالاخره داره خرج میکنه دیگه. و همشون رو میبره به مهمونی‌های مختلف. ولی به خاطر فیتیشی که اسکار داره با آنابل به حس دلخواهش نمیرسه. تا اینکه یه شب براش یه لباس خیلی ناجور میخره و اونو به یه مهمونی میبره. اونجا یکم میشینن و کم کم اسکار به آنا شراب میده و آنا رو کامل مست میکنه. بعد باهاش میره رو تخت. ولی اتفاق عجیبی که میفته اینه که بعد چند دقیقه اسکار میشینه کنار و چند تا مرد غریبه دیگه با آنا میرن رو کار. اسکار هم میشینه اونجا برای خودش مثل پلشتا نگاه میکنه. انگار فیلم سینمایی پلی کردن. اونا ترتیب آنا رو میدن و اون شب میگذره. صبح که آنا از خواب بیدار میشه همه چی رو یادش میاد و حالش از خودش به هم میخوره. اون میره دکتر، میفهمه که بارداره ولی خب آزمایش HIV هم مثبته. آنا جان کلا فاک روا شدن دیگه. حالا پایانشو داشته باشید ببینید چه داستانیه. آنا دیگه تحمل اینو نداشته و به زندگی خودش پایان میده. یعنی بارداری یه طرف، HIV هم یه طرف. متاسفانه آنا به زندگیش پایان میده. از داستان این فیلم نتیجه میگیریم که حواسمون به طرف مقابلمون باشه و با هر کسی وارد رابطه نشیم، حتی وقتی پورشه داره. دوستانی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید، لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و همچنین مثل همیشه تا یه فیلم و داستان دیگه، خدافظ همتون.